تورنه ها ای تورنه ها با خود بره، آرزوهای مرا بر بحر بر. من شما را انتظاری میکشم، هر بهاران تا بهاران دیگر. من شما را انتظاری میکشم، هر بهاران تا بهاران دیگر. من در این شهر که جوستم خویش را یافتم، یارانی از جان دوستر. ای درختی دوستی سرسبز باش، از بهاران تا بهاران دیگر. ای درختی دوستی سرسبز باش، هر بهاران تا بهاران دیگر. دیر کردم من به بزمی زاد روز، گل به دستم خار شد در پشت در. زنده باش ای دوستی دیرینه، از بهاران تا بهاران دیگر. زنده باش ای دوستی دیرینه، هر بهاران تا بهاران دیگر. موی سفیدی عمر دیده پیریده، می شود افتاده تر افتاده تر. دولتی ما تا بر آینده باد، از بهاران تا بهاران دیگر. زنده باش ای دوستی دیرینه، هر بهاران تا بهاران دیگر. زنده باش ای دوستی دیرینه، هر بهاران تا بهاران دیگر، تا بهاران دیگر. بیننده عزیز تلویزیون تاجیکستان، بار دیگر شام زیبای شما را با خیر و شادی میگویم و فکر میکنم که روزهای استراحتی را مخصوصا با تماشای برنامه‌های فرهنگی و فراغتی شبکه اول تلویزیون تاجیکستان سپری میکنید که یکی از آنها این هم باشد شو برنامه فرهنگی و فراغتی شب آهنگ میباشد. نام و نسب من مصرف امانشاه و این شام ما در حضور ما هستند هنرمندی خیلی هم شناخته، هنرمندی جوانی انسامبل اوریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نکروز پیرانوف. شام شما بخیر باشد. تشکر زیاد. شام شما نیست. از دیدارتان خیلی هم شاد هستیم. من هم نیز شدم. و باید گفت که همراه نکروز ما دوستی دیرینه هستیم و چندین سال همدیگر رو میشناسیم و ببینید باز هم دیده به دیدار هم رسیدیم، مخصوصا در همین شام زیبای بهاری در برنامه شب آهنگ. طبعتون چگونه است؟ خیلی خوب است. با چیکارها مشغول هستید مخصوصا این شب و روز؟ پای ایجاد سرودوی نو. خوش بیاید نکروز، یک بار دیگر یادآور میشیم که چگونه شما مخصوصا شامل روح صنعت شدید؟
تقریبا چند سال داشتید هنگامی که باری نخست چی میگن سرود سراییده بودید؟ راستی اول من در روی سند نبودم از صنف یکم تا صنف 6 در گیمنازیای رقم 7 نوحیه دنقره تحصیل میکردم و وقتی که هوسمند بودم سرود میخوندم سرودای شادروان رحمتی کرامالله قربانوف رو بعدا به من توصیه دادن که باید تو به مکتب موسیقی روی. توصیه کی بود؟ توصیه یک همسایه‌مان. همسایه. بله بله. اولین شده از استعداد شما با خبر شده؟ بله بله بله. خوش دا. بعدا توصیه دادم پدر ما رو گرفته از نوحیه دنقره به شهر دوشنبه آوردن و ما رو در مکتب اینترنتی به نام میرت لطیف شامل کردن. در آنجا تحصیل خود را ادامه دادم. هنر استعداد خودم رو صیقل دادم. انا همین گونه آغاز یافت راه صنعت نکروز پیرانوف. بله بله بله. و تا اونجایی که ما میدونیم در بسیاری از صحبت‌های شما دائما قید میکنید که پیرو مکتب هنری شادروان کرامت قربان و احمد ظاهر هستید. بله البته. بغیر از این دو نابغه باز هست نفرانی که سرودهایش رو گوش میکنید؟ زیاد هستن. شادروان دسمرود علی. باز که شادروان نگینه راوپوا. شادروان ظفر نازی. همین ها بهتری بودن. محض همین دوستداری و احترام شما نسبت کسب یعنی که شادروان کرامت الله قربان بود که امروز شما باز در زیر دست پسرش یعنی که محمد رفیع کرامت الله فعالیت دارد. بله بله. در انسامبل اوریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. اگر خطا نکنم مالکه 12 سال می شود. بله بله بله. چگونه بود در دوام 12 سال در یک انسامبل کار کردن و جای خود را عوض نکردن؟ آسان نیست. آسان نیست. دشوار است من میدونم. بله. دل میکشد. من در اینجا با وایر هستم. خانه دوم من از کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان. این خانه دوم من است. حتی من در اینجا کار نمیکردم خردسال بودم می اومدم. از خردسالی در همین کمیته تلویزیون و رادیو با وایر هستم. نمیتونستم ترکش کنم. یعنی که جوری رو که نمکش رو خورده؟ بله بله. باید در بله واقعا هم کم هنرمندانی هستند که مخصوصا صادق هستند با کسب و کار با فعالیت خود و این 12 سال با دهان گفتن اینه که این یک بله کلمه بله. یک سبک است. اما بله. 12 سال سپری شدن و در یک جا کار کردن. البته. شبره که مردمی ما میگوید درخت در یک جا میسبزد. بله بله بله. محض همین تلاش و زحمت های شما بود که شما امروز به همین گونه چی میگن دستاوردها نایل شدید و همچون یک سراینده همچون نکروز پیرانوف شما را میشناسند. تشکر زیاد. نکروز چی میشود که این در این لحظه بهر بیننده شب آهنگ یک ترانه دیگر اجرا کرده باشد؟ باشد. این آهنگ از شادروان استاد دلور ظهوریان است. همین آهنگ گشت نصیب من گشت دوست داشتم همین آهنگ رو من خواندم. پس گوش میکنیم ترانه نوبتی با نام عشق اول. دوستان عزیز فکر میکنم که حتما برای هر یک شما پسند میآید. عشقی اول پشت و پناهم جای نبیند بهتون نگاهم. عشقی اول پشت و پناهم مگذار دنی مراهم. عزیزم کردی بر من به وفایی، خدا گیرد غمو دردای جدایی. اگر عشقی منی ترکی جفا کن، بیا پیشم نشی شکری خدا کن. عشقی اول پشت و پناهم جای نبیند بهتون نگاهم. عشقی اول پشت و پناهم مگذار دنی مراهم.
من نزدی تو بیایم یار دوباره در این روزا نکردی یادی ماره من نزدی تو بیایم یار دوباره در این روزا نکردی یادی ماره عشقی اول پشت و پناهم جای نبینم به تو نگاهم عشقی اول پشت و پناهم مگذار دنی مراهم عشقی اول پشت و پناهم جای نبینم به تو نگاهم عشقی اول پشت و پناهم مگذار دنی مراهم دوستان عزیز خودی حاضر ترانه با نام عشق اول در اجرای نکروز پیرانوف صدا داد و عین حال میخواستم از شما پرسان شوم که درباره همین تاریخ ترانه عشق اول این یگان تاریخ دارد یا اینکه تنها تصادفی این ترانه را انتخاب کرده؟ تصادفی نه. از خوردی ارزو داشتم که یک سرود از شادروان استاد دلاور ظهریان سرایم در نصیبم شد سرایدم همین سرود عشق اول را بسیار دوست می‌دارم خودم تکمیل موسیقی کردم یعنی ارنجو بند و کردم بستی همین ترانه بله 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 با متن یگان چیزی اضافه کردید یا اینکه نه؟ نه هم چی طوره که بود همون طور و یک آزمون بود شما در اونجا اشتراک کردید راستی نمیدونم که در کدام دولت بود یا اینکه ترکمنستان یا اینکه ترکیه در اونجا شما ترانه رقص بکن جانا یکی از هنرمند کرامت الله قربان را البته در اونجا اجرا کرده بودید بله اونجا رقصی سفر هنری داشتیم ترکمنستان بله در کدام اونجا سال؟ روزی جوانان بود مهم. همین سرود رو پیشنهاد کردیم قبول کردن و من در اون صحنه سرایدم و چطوره که در بالانیس قید کردیم بیشتر سرودها را از اشعار یعنی همین گونه نابغه ها شما میسرایید چه میشود که یک ترانه هست با نام با دل دریا نشینم تا دلم دریا شود بله بله. همین رو کمک زنده میخونده با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود با غمی دنیا بسوزم تا دلم دنیا شود با غمی دنیا بسوزم تا دلم دنیا شود دوری گردون بجوید تا شبم نزدیک دل تا شبم نزدیک دل وسعت صحرا بخواهم صفم صحرا شود صفم صحرا شود با دلی دریا نشینم تا دلم دریا شود با غمی دنیا بسوزم تا دلم دنیا شود خیلی هم یک صدای خوب تشکر چطوره که با ایجادیات شما نظر کردیم تنها و تنها مخصوصا عقیده شما شعار شما در راه ایجاد این زنده خونی می باشد بله بله من زنده سایی رو از خوردی دوست می‌دارم می‌داشتم می‌دارم تا حال می دارد بله بله از همه چیزی مهم بله بله زنده دیگر است نگاه شما با همین چی میگویند ذهن سنی چگونه است طریق ذهن سنی یعنی که سرودهای خود را اجرا میکنند ایجاد در میکنند نقشه است هست بله بله با صدای خود بله 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 اما اونجا یک کمبودی های خیلی هم زیاد دارد ذهن سنی کمبودیش چی است که مخصوصا حرفای بعضی حرفای تاجیکی رو یعنی که خوب تلفظ نمیکنن به مثل حرف ق نه تکمیل موسیقیش رو در نظر دارم تکمیل موسیقیش رو بله بله خیلی سرود رو زنده خدا میسره با صدای خودت بله، تمام بله. موسیقیش رو بندوبست کنن موسیقیش رو تنها سنی و در آینده نزدیک است این چیز
در نقشه است البته ما صحیفه و اجتماعی رو یعنی که رویگردان کردیم، دیدیم، از نظر گذراندیم، میبینیم که با یک چند هنرمندانی یعنی که دویت سرای دید، مخصوصا با یکی از سرایندگان استراد کشور فرهناز در یک تالار هست درباره یک ترانه خیلی هم خوب است. زیهی فرخنده پای. بله، بیا درباره نمین همکاری ها درباره نمین ترانه برای ما کمی قصه میکرده. این سرود رو به ما فراز کیر پیشنهاد کرد. گفتن که با همراه فرهناز شرف و میسرایی. من گفتم البته چرا نه. و مضمونش هم در حقیقت مضمون خوب است. بله، 100%. شعر اگر خطا نکنم از استاد محمد غایب است. در کجا این مقصد رخ داده بود؟ میدونم که قصر فرهنگ است، اما نمیدونم که در فرهنگ نوحه دنقره. در نوحه دنقره. بله. با اشتراک پیشوای معظم میلاد محترم امام علی رحمان. بله بله بله. و یک ترانه ای که حس وطن دوستی انسان که بیدار میسازد. البته. و هنگامی که شما همراه فرهناز به صحنه میبرید، فضا دیگرگون میشود. یک در آغاز یک چی میگویند میلیزماتیک یک بندوبستی ملی تاجیکانه صدا میدهد. آوازی اگر خطا تبل است یا اینکه دایره، بعدن آواز تبلک بله. بعدن شما آغاز میکنید با همون چی میگن سلیستایی که در پشت شما است. بله بله بله. واقعا هم یک کاری خیلی هم خوب پخته اینه که اجرا کرده. بله بله بله. باز با کدام هنرمندان دویت سرای دید؟ با هنرمند شناخته نگین امانقلوه. نگین امانقلوه. بله. کدام سال؟ در وصف نوروز. تماشابینان عزیز، یادآور میشم که شما تماشا دارید برنامه شب آهنگ را. یادآور میشم هر روز شنبه در همین وقت و ساعت این برنامه را میتوانید از تلویزیون تاجیکستان تماشا کرده باشید. اگر رفت شما امکانی تماشای این برنامه را نداشتید، پس باکی نیست. ما یوتیوب کانال داریم. در یوتیوب کانال شب آهنگ یا اینکه تلویزیون تاجیکستان میتوانید برنامه را با پورگی تماشا کنید و همچنین با صفحه اجتماعی ما هم اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب ابونه شدن را فراموش نسازید. یادآور میشم که این شام در مهمانی ما هستند نکروز پیرانوف. بار دیگر شام بخیر، خوش آمدید. تشکر زیاد. نکروز، شما در بسیاری از آزمون‌ها اشتراک کردید، چه آزمون‌های داخلی و چه آزمون‌های خارجی. بله. باید از همه آزمونی که شما رو معرفی نمود این هم باشد آزمون تلویزیونی آواز طلایی. البته. سال 2012. سال 2012. اون وقت شما همگی 17 ساله بودید. بله بله بله. همین طوره؟ بله. به درباره همین آزمون یک با پورگی معلومات دیم. در این آزمون سال پیش میرفتم وقتی میخواستم برآمد کنم نشد، چون که از هم آخران نمر موندم. زمستان بود. خونه خوردید؟ خونه خوردم. آواز نشید. همین گونه. بله بله. بعد یکم دور نگذاشتم، دلم موند. با انتظار شدن سال آینده رو. سال آینده پخش کردم وقتی در اوینه نیلگون. گفتم نمیره، من دلم ملکه مونده. بعد دودرم گفت که اکرا جایی اول رو گرفتیم. یعنی که برادر شما یعنی که شما رو مجبور ساخت که رفته اشتراک کنه. بله بله بله. دل شما رو یعنی که گرم نمود. بله بله. با همین آزمون. بله بله. همگی چند دور بود؟ 4 دور. 4 دور. و شاه جایزه یعنی که جایزه اساسی رو به دست آوردید. همه برابر شد. بله. سال 2012. بله بله. بعد از این یعنی که همین چی میگن کاریره هم گویم یا اینکه همین همش خوب شده بود. آغاز شد. بله بله. در مکتب همون زمان یعنی که هم سیمفون چگونه شما رو دستگیری میکردن بود؟ دستگیری ها خیلی دوست داری. مکتبم رو یاد کردم، دوست میدارم. هم سیمفون مکتب ما مثل خانه بود، اینترنت مثل یک خانه بود. این یعنی که همون مکتب اینترنتی موسیقی ها؟ بله بله بله. شبکه در بالا قید کردید. بله بله. در دور جنبستی با کدام ترانه برآمد کرده؟ جنبستی مرا دیگر نمیابی. این ترانه محمد رفی می باشد. بله بله بله. در داخل تالار نیز نشسته بود. بله بله. و شما را که دستگیری میکرد. بیاید یک پارچه نمین سرود را به طور زنده اگر که زید نباشد. مرا جستی که یابی با آن دل داده ای درین، چرا بهوده مکابی مرا دیگر نمیابی. مرا دیگر نمیابی.
بیننده عزیز و این دم این لحظه ما یک بخش خیلی جالب برای نکروز پیرانوف البته پیشنهاد میکنیم. در اکران در مانیتور ما البته کلمه ها پیدا میشوند. وظیفه شما از آن عبارت است که در وصف نمون کلمه یک شعر باشد یا اینکه یک مصرع سرود باشد، چیزی که برای شما پسند است. همگی یک دقیقه وقت دارد و وظیفه شما از آن عبارت است که باید هر چیز زودتر در وصف نمون کلمه یک شعر است یا اینکه یک سرود، یعنی که کمک اجرا کنید. کلمه ناشناس باشد پس میگوید که گذرانید. تمام؟ بله بله. آماده هستید؟ بله. توجه به اکران. کلمه نخستین نیلوفر. نیلوفر نیلوفر تو را دوست دارم بیکن باور. نیلوفر نیلوفر تو را دوست دارم بیکن باور. عثمان. کلمه عثمان. نه نه؟ نه سیمفخونه. نه سیمفخونه. نه نه. نمیدونید. باز کلمه نوبتی سبد. سبد. بله سبد. سبد سبد گل گلی روز در پسی دروازه، عشقی مرا ناز نکنی به همه آوازه. احسن. سرزمین. سرزمین. سرزمینم گنجی نایابم بیده، در روی زمین گوهری یکتاست دوشنبه. دروازه خورشید به دنیاست دوشنبه. مهرت به دلی خورد و بزرگان شده مسکن، هم خانه ای امید بری ماست دوشنبه. احسن میگویم با شما. تشکر زیاد. از کلمه هایی که برای شما پیشنهاد کردیم تنها با 4 کلمه زود یعنی که پاسخ گرداندید. ما شما را تبریک میکنیم. چی نقشه ها هست مخصوصا در آینده نزدیک که اهل مخلصان شما یعنی که هواداران شما انتظار باشن؟ نقشه ها همین است که میخوام سودای نو رو باز چطوری که در بالا ذکر کردیم با ذهن صنعی موسیقی را آماده میسازم و زنده میسرایم، برای شنوندگان مخلصان پیشنهاد میکنم. نصیب باشد. بله. خیلی خوب. پس ما نیز منتظر میشویم. تشکر. سپاس میگویم برای شما که این شام شنبه رو در حیاتی مخصوصا برنامه شب آهنگ با حضور تماشابینان ما البته گذراندیم و فکر میکنم که یک برنامه خیلی جالب بود. سپاس برای شما. تماشابینان عزیز، طول چند لحظه بود پیشنهاد شما برنامه فرنگی فراغت شب آهنگ و یادآور میشیم که مهمون امشبای ما بودند سراینده جوان از انسامبل اوریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نکروز پیرانوف. بار دیگر شام شما بخیر و خوش آمدید. تشکر. یادآور میشیم که برنامه شب آهنگ هر هفته در همین وقت و ساعت برای شما تقدیم میگردد. با شما بودم من مصرف امانشاه. تا هفته می بعد خیر. چرا با من نمیمانی؟ تو برهمی و به پروا غمی دل را نمیدانی. گه ابری بهارانی گه خندان و گریانی. بیا که آغوشی گرمم به تو سرد و زمستانی. بیا که آغوشی گرمم به تو سرد و زمستانی. فرشته فرشته مرا نازی تو کشته، برای حد انتظارو برایت شعر نوشته. فرشته فرشته مرا نازی تو کشته، برای حد انتظارو برایت شعر نوشته. برای حد انتظارو برایت شعر نوشته. چرا از من گریزانی؟ چرا با من نمیمانی؟ تو برهمی و به پروا غمی دل را نمیدانی. گه ابری بهارانی گه خندان
با عشقی تو گرفتارم مرا دیگر میازارم مگر این را نمیفهمی زی جان و دل دوست دارم با عشقی تو گرفتارم مرا دیگر میازارم مگر این را نمیفهمی زی جان و دل دوست دارم مگر این را نمیفهمی زی جان و دل دوست دارم چرا از من گریزانی چرا با من نمیمانی تو برهمی و بے پروا غمی دل را نمیدانی گه ابری بهارانی گه خندان و گریانی بیا کی آغوشی گرمم به تو سرد و زمستانی بیا کی آغوشی گرمم به تو سرد و زمستانی بیا کی آغوشی گرمم به تو سرد و زمستانی دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه عاشقی زارت منم مونی سویارت منم گر مرا الا کنی دل بر من میزنم مانند فرهاد خودی من بتشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه همراهی من را نزن با من گپ از جان نزن من دلی نازک دارم به شیشم سن نزن قلبی من از دل بری من چو شیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه
کاکل تو پرشه پرشه وقت کی کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه شاخیشم شادی من سوختی بنیادی من تا دمی مردن بود تا کی روی از یادی من کرده به دل عشقی تو شاخورشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پرشه پرشه وقت کی کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پرشه پرشه وقتی کی کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پرشه پرشه وقتی کی کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پرشه پرشه وقتی کی کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشقتر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه مهری تو دارم بدل مهری تو دارم بدل تا دمی مردن بود تا یگان عشقی من تو بعد وفا نما در ره عشقت زی من هرگز نبینی خطا نه نه هرگز هرگز 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 زهر شود جامی من که به تو منوش کنم بشکنه دستم اگر کسی در آغوش کنم زهر شود جامی من که به تو منوش کنم بشکنه دستم اگر کسی در آغوش کنم نبری گمان که من تو را فراموش کنم نبری گمان که من تو را فراموش کنم نه نه هرگز هرگز 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 نه نه هرگز هرگز
عشقی تو اندر دلم باشد هوایت بسر میشود هر روز و شب آرزویم بیشتر عشقی تو اندر دلم باشد هوایت بسر میشود هر روز و شب آرزویم بیشتر کی میدی هم قلب خود جز تو بیاری دیگر کی میدی هم قلب خود جز تو بیاری دیگر نه نه هرگز هرگز نه نه هرگز هرگز نه نه هرگز هرگز